امروز داخل این ویدیو قرار یه سر بزنیم به میم های اصیل رپ فارسی که تازه منتشر شدن. از آرتیست های واسهتون این ویدیو رو آوردم که پشمیزون، یعنی کلش از آرتیست های نسل چهاری ترند این دور است. داخل این ویدیو قراره به میم های ایسین و آدروید ریاکشن بریم، یعنی خدای میمن این دوتا دیگه. این مدت کل حواشی میما دست اینا بوده و یه ویدیو کاملا متفاوته، یعنی با بقیه ویدیوها خیلی فرق داره. بچه‌ها یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. یو باکس، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا مثل همیشه رپ تایمه. ستونای گنگ، قبل اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. امروز تصمیم گرفتم براتون چند تا میم بیارم، یعنی میمایی که حالا ایسین با علی گرامی، آدروید با بلاد و اینا کلا دارن میم سازی میکنن و میم که بیشتر خودشون دارن فوش میدن که حالا یه جوابی بگیرن. کلا جواب که دو تا طرف بزرگن، ربطی نداره اینکه این داره به اون حالا مثلا فوش میده تو ویدیو جواب بگیره که اون طرف بزرگه. نه، منظورم اینه که کلا بیفه دیگه، جور بیفتوره ولی خب به صورت میمه دیگه. گرفتی چی میگم؟ ساب چنل یادتون نره. برسیم سراغ اولیش بچه‌ها. اولیشو با آدروید شروع میکنیم مثل همیشه. یعنی فکر کنم ببین آدروید این مدت خب خدای میم رپ فارسی شده، یعنی از همین تویناش به کاگام، بلاد و باقی بچه‌ها. خب این اولیشو بچه‌ها با هم دیگه ببینیم. فرشتم رسم شکستم بلده آدم میتونه بد باشه، آخه فرشتم بده. آدروید فضاییه، پرونده داره قوه قضاییه، میگن تیر هوایی زدن تو محله مادر نزای. حاجی آدروید واقعا خب یه شخصیت ریل و واقعیه، اینجوری بهتون میگم جدی، چون همه رپرایی که میبینید یه ادایی دارن، نمیدونم از هر مکان هر ثانیه عکس از خودشون نمیدن بیرون، ولی آدروید اینجوری خوب به تخمم. من که آدم واقعی ام، چرا باید مثلا نمیدونم فرق داشته بود؟ اصلا ببین طرفو میبینی خب انگار مثلا فکر می‌کنی توی خونه داری با طرف زندگی می‌کنی. دینت بهتون بگم مثلا تو خیابون برداشت داره مسواک می‌زنه. البته بچه‌ها اینو بهتون بگم، این میم آخری که گذاشتم واسهتون خب ربطی به این قضیه نداره، ولی کلا آرتیستی که میدونی مثلا انگار خیلی با فناش، اصلا فناش تا کل مارکت با کل رپ فارسی انگار جوریه که مثلا آره شما مثلا خانواده اینجا خونه منه، با هم دیگه داریم زندگی و راحتیم، یعنی عد و اصول نداری، همچین شخصیتی داره. برسیم سراغ میم بعدی. اینجا خونه بکنه بلاده، اینجا خونه چیزی که ترند شده، صدا رو ببینید، صدای خیلی خوبی نیست. مغازه‌ای که ترند شده بود از آدروید، مغازه آدروید هوم. از اول ببینیم. اینجا خونه بکنه بلاده، اینجا خونه بکنه بلاده. بچه‌ها یه حواشی دیگه هم بهتون بگم، این لایو دیروز آدروید بود در خصوص حال هیپاپولوژیست و ویناک و کاگان، یعنی کسایی که کلا این لیبل بلاد رو افتخار کردن. لایو اسم بلاد میاد فقط میخنده، چیزی دیگه نمیگه. ببینیم ما هم دیگه دقیقا همینه. سال روز تشکیل گروه بلادم یعنی خیلی در حقش بدی کردن. اینجوری بود که مثلا حالا یه ذره همکاری نکرد با اون سایت، کلا حالا آهنگسازایی که با اون سایت مشترک بودن، مثال براتون بگم مثلا کاگان یا آهنگساز، رفیقای دیگه‌ش هم آهنگسازن که با آدروید کار میکردن. سر همین قضیه کاری کرد که مثلا کل آهنگسازایی که با آدروید کار میکردن آدروید رو آنفالو کردن و کلا بیخیالش شدن. یعنی همچین چیزی بود دیگه. کلا گفت آقا یا با من کار میکنید یا با آدروید کار میکنید و سر همین قضیه خب اینام اون رو انتخاب کردن و این بنده خدا رو کلا از همه جا آنفالو کردن. دیگه نه آهنگسازی واسش میکنه نه کار واسش میزنه، هیچ. تبریک میگیم. تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک. بیا کیرمو دود کن تا 100 سال زنده باشی، بیا کیرمو دود کن تا 100 سال زنده باشی. تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت. بابا کسشه ننویسید انقدر ناموسم. دانش سرویس. حالا یه سری وایس های سم داره، خب اونا رو
واسهتون داخل چنل تلمون گذاشتم، اونا رو کلا یهو میاد 20 تا وایس سم میده. بچه‌ها برسیم به میمای بعدی از ایسین. اینجا خب درگیری ایسین و گرامی و حالا رسام سهرابی و باقی بچه‌ها رو که دیگه میدونید، حالا درگیری خیابانی شده این داستانا. اینا گفتن ما اونا رو زدیم، اونا گفتن نه ما اینا رو زدیم. کلا هیچ کسی هیچ فیلمی ازش نمیاد بیرون، ولی خب میگن همدیگه رو زدن و میمای اونقدر. اینجا رو میبینی؟ من و مامان گرامی تابستونا میرفتیم تو آب داغ میکردیم، عشق و حال سنگین، قشنگ داغ فلرم. کلا ایسین این روزا هرچی ازش میاد بیرون مربوط به علی گرامی و مامانشه. مثلا یه روز الان داریم تو میما میره به مادرش میگه من عاشق ننی گرامی شدم، بریم خواستگاری واسم. کلا ببین یه تنه گرفتن روی گرامی، هم رسام هم ایسین جفتشون. ماما یه فال قهوه بگیریم، مامان گرامی میرسم یا نه؟ اینجا زده بتمن دومات. خب دیگه میدونیم منظورش چیه دیگه، از این کت شلوار پوشیده. دوباره همون قضیه حالا مامان علی گرامی و این بحثا پوشیده. این سری چی نگفته یعنی، ولی کامنت های اون پست رو ببینید پر از این داستان دیگه، ملتش میفهمن. صبح داشتم اینجوری اکسپلور میگشتم، خب همینجوری به صورت رندوم که یهو دیدم یه پستی اومده نوشته تخم چپت زیر تک کن. کل اکیپ اینا گرامی وارد شدن تک کردن. و جالبش میدونین چیه؟ جالبش اینه اون سایت اصلا جوابی نمیدن، انگار که اصلا اینا رو نمیبینن، نمیدونم بلاک کردن، نمیدونم چیکار کرد، اصلا انگار نمیبینم واقعا. چون آدم بالاخره یه سبی داره، جوابی باید بدن دیگه. این همه فکر کن مثلا هجوم روشونه و هیچ دهم بسته هیچ. دیگه تو من این حال بد مرد، بالاخره مامان گرامی واسه این دیسلاواست. ببین دیسلاوای ایسین خداست برای دوباره هم دیگه تو من این حال بد مرد، بالاخره مامان گرامی واسه من شد. هایپ میزنم دیگه جای الکل واسه من شد. بچه‌ها یه چیز اینجا می‌خواستم بهتون بگم، داستان حالا این قضیه ناموسی کردن و این بحثا جدی اصلا دو تا سایدی که حالا تو رپ فارسی وجود دارن، خب البته رپ فارسی که دو تا ساید نیست خیلی بیشتره، ولی حالا ساید ما گرامی رو میگیم با ساید حالا ایسین و رسام سهرابی، چون رسام هم میدونه حالا مسابقه داشت فکر کنم با رپ پرشین، فکر کنم یه همچین چیز بود اسم چنلشون، که الان از همدیگه هم جدا شدن، دارن جدا جدا کار میکنن. ولی یه مسابقه داشتش رسام با ایسین، اونو من دیدم. حالا اگه تونستم یه تیکه هم واسهتون میذارم شما ببینید. خب من اونجا گفته بودم من با مشکی هم کلاسی بودم و این داستانا و این بحثا دقیقاً همون بود. خب اینجوری بود که داشت دعوا رو تعریف میکرد، میگفت اصلا زدنی در کار نبود، اونا اصلا نزدن، فرار کردن و این داستانا و این بحثا. ولی نکته جالبش اینه که شفاف سازی بکنن، یعنی ببین دو سه تا عکس بدن بالا. یعنی اون میم علی گرامی هم ترند شده بود که از دعوا اومده بود بیرون، چون نمیدونم یه کلاهی آورده بودن، راست و دروغش من نمیدونم، کلاه طرف آورده بودن میگفت طرفو زدیم. بعد که بچه‌ها یکیشون هم اتفاقا میگفت یه دونه این شیشه نوشابه ها رو دیدید چیزن شیشه‌ای هم، میگفت اونا رو خورد کردیم تو صورتشون و این داستانا این بحثا. دیگه خورد کنی طرف میمیره، طرف زنده نمیمونه که. تازه هیچ فیلم و هیچ عکسی هم اون قضیه نیومد بیرون. نمیدونم داستان فیکه یا نه، واقعا خبر ندارم، بعید میدونم فیک باشه، چون الان توهینا حالا بی احترامیه که داره از دو تا سایت قضیه ناموسی شده یه جوری دیگه داره میشه. بعید میدونم مثلا این بیف چیزی بخواد فیک باشه. مثلا آدروید خب از همون اول یعنی یه تنه گرفت رو بلاد و این چیزا قطعا حاشیه نیست. چرا؟ چون از همون اول تا همین آخر داره فوش میده. مثلا چند روز پیش اسم بابای کاگام مهدی بود، در آورده میگفت مهدی زاده، یعنی تا صبح وایس میشه تو چنل مهدی زاده گو نخور، مهدی زاده فلان نکن بیسار نکن، یعنی یه تنه گرفته روشون دیگه. بازم بچه‌ها نظرتون راجع به این دو تا فرد بنویسید، خیلی تو داخل اکسپلور میبینید دیگه. دقیقاً من حالا ویدیوهای واسهتون در آوردم که تو اکسپلور زیاد دیدینشون. نظرتون رو حتما واسه بنویسید، یادتون نره کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید. نظرتون رو در خصوص آندروید حتما کامنت کنید. دوستتون دارم، موضوع خودتون باشید، به امید دیدار.